Ama benzin گرفتم گفتم که نوشتم طور چنودم میبرم خدمت سالما اینا میریزم علو میزنم همه ژورنالیست‌ها رو فیروز میکنم سینمات کنم چون حقوق شهروندی برای برهم بوده کیم در محل در ناحیه هر وقت پرزیدنت بیام برای محکمه شمس ظریفوی نفقه‌خوار از دهه سرچشمه ناحیه واسه درباره برخوردی اخیرش با کارمندان حفظی حقوق میگوید که برای بازداشتی آمدند و میگوید هر سال در عرفه سفری رئیس جمهور به منطقه کلوب وی را حبس کرده بعد رفتن پرزیدنت رها میکنند. شمس ظریفوف هزارها نامه‌های شکایتی نوشته و گفته‌اش از مشکلات محلی پرده‌گشایی کرده است. عرض و شکایت‌هایش را از طریق پوچته به دستگاه رئیس جمهور می‌فرستد و یا در مطبوعات نشر می‌کند. امی اردوم تو میگن اون دا بنیسن ما میپرسن زنده و استقلال بودن امی سولا را میزنن حکومت و پرکرورا و انا دیگه سایل نیست که اول ما شکایت کنیم. شعر خودمون آهنگ خودمون سراینده خودمون میکنیم چیزی بخواهیم. ظریفوف 78 ساله یک حجره خانه خود را به اتاق کاری تبدیل داده است که در آن اینچنین خزینه ارز شکایت‌های مردم موجود است. انا این ارشیو ما مکتوب‌ها و فاکس‌ها در اینجا هم انا این ارشیو زمان سایوز ما سال 1984 ظریفوف در ناحیه واسه آموزگار بود. نخستین مکتوب خود را درباره عملهای غیرقانونی مقامات حزبی محلی به عنوان کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی نوشته است. در زمان شوروی خبر دادم که سال 1984 که مسکو در که اسیر برهم میکردن شبانه اومدن گرفتن بودن محکم کردن دیونخونه در خوب کردن پشت بود مسکو در خبر دادن که دیونه ساعت برمان شورنیم سال تو کردن ما خبر بودم ما یک جنایت کار نیستم ما چون کمونیست سلیمشون چوری اسیر من سفید کرد. ظریفوف 78 ساله باور دارد که عرض و شکایت نویسی راهی موثری مبارزه با رشوه‌ستانی است. در مقامات دولتی نیز اعتراف میکنند که برخی شکایت‌های او و دیگر شهروندان نتیجه داده است. معلوماتی که اونو میارن برای کارکردی اپراتیو دیگر چیزا ما قبول میکنیم. او خود مراجعت شفایی باشد خود خطی باشد همه اینا را خواهی نخواهی ما بررسی و نوبت میگیریم همه وقت. مقامات این را هم اعتراف میکنند که ظریفوف و دوستش را که با عرض و شکایت نویسی مشهورند با سبب‌های امنیتی هنگام سفر پرزیدنت بازداشت میکنند. آنها میگویند این دو نفر به سفر خلل وارد میکنند. این دو نفر هم در شرایط بازداشتگاه‌ها 15 سال پیش با هم آشنا شدند. شخص دوم جورخان کبیری ساکن دهه لغمانی شهر کویلاب است. این دو رفیق میگویند تلاش برای حل مشکلات جامعه آنها را سر یک هدف متحد کرده است. گاه در این چای خانه وا میخورند به همدیگر درد دل میکنند. کبیروف میگوید وقتی به کمک مردم میشتابد که آنها خودشان در طلب حق قانونی خود ناچار میشوند. من وقتی برای حقیقت مبارزه میبرم همین شهروندا پیش من مراجعت میارن. من اهلی هم شکایت شهروندا به همه ساختارهای قدرتی مکتوب مینویسم با خودم رفته در ادارهشان میدارم صحبت روبرو میکنم مکتوب را میتونم. با تلاش های کبیروف 40,000 سامانی ضرر مالی حکومت آشکار شده است ولی همانا از کار مقامات راضی نیست. به قول او مکتوب ها سرسری بررسی میشوند. مدت 4-5 سال شد همین زمینه پرزیدنتی را کسی همین خوجایی یکانی فوندی منزلشون رئیس شهر عبدالغفور رحمان من وقتی من نوشتم ای کمیته زمین‌سازی ریاست کامن سانکی این زمینو را چی اولا بگردونه یوشا اما خلقین یکی مدت 3 سال با یو چاپا کردن یو را دما دوستان که خونه را تست کردن در همین مزید گذشته پیام داد با جناب یولی تکرار کرد که زمینی که سال 2012 خونه کردین مغازین کردین همشه با کشاورزی بگردونه اینا 4-5 ماه گذشته یگو تاش تهدید زندان و تندگویی مقامات او را راه افتاده نکرده است. کبیروف هم باور دارد که بعد خبردار شدن پرزیدنت حق به حقدار میرسد. به قول او پرزیدنت از حادثه های غیر قانونی که در منطقه می شود به خبر میماند و جز آشکار کردن این عمل ها قصد دیگری ندارد.
این تاینا میگه راحتی جان وقتی حالا دیگر من دمی کباب است مهمانی را میگه خانه خسته لقوان همه کباب است من اگر صد سال یک نام رو بتن خانه با من بس یکی من حقیقت رو نمیگردونم تا وقتی جان در بدنم من برای حقیقت موزه میبرم